به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. فراموشخانه و فراماسونری در ایران که آقای اسماعیل راین این کتاب رو نوشتن و جزء کتابای بسیار معروفشون هستش. کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران هم از این نویسنده بسیار پر سر و صدا بوده. این کتاب بسیار قدیمی هستش. امیدوارم که خوشتون بیاد از تاریخ و عناوینی که در این کتاب هستش. اگر بتونین جلد بدون سانسور این کتاب رو تهیه کنید، حتما از خوندنش لذت خواهید برد. این کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران 3 جلد هستش که من قسمت‌هایی رو از جلد اول برای شما میخونم. این کتاب ابتدا در سال 1346 در ایتالیا چاپ شده و سپس در سال 1357 در ایران. فراموشخانه و فراماسونری در ایران کتابی است از دهه 1340 خورشیدی، نوشته مورخ اسماعیل راین در 3 جلد که ابتدا در ایتالیا و سپس در ایران به چاپ رسید. در این کتاب تاریخ سازمان‌های سری فراماسونری در ایران و نام چند صد عضو ایرانی این سازمان‌ها آورده شده است. در این کتاب 10 کلیشه از مدرک، عضویت، سوگندنامه، دعوتنامه به مجالس و تصاویر ایرانیان فراماسون مجلس ملبس به جامعه فراماسون‌ها آورده شده است. این کتاب به کمک ساواک تهیه شد. اسدالله اعلم به نصیری دستور داد که مدارک تهیه و در اختیار راین گذاشته شود. 3 جلد کتاب اسماعیل راین حاوی اطلاعات مفیدی در مورد فراماسونری در ایران است. جلد اول کتاب شامل مقدمه‌ای بر فراماسونری و پیشینه آن است. جلد دوم به ساختار لوژهای فراماسونری و تاریخچه آنها در ایران می‌پردازد و در جلد سوم به طور اختصار لوژهای ایران را واکاوی می‌کند. در ایران کتاب‌ها و نوشتارهای ضد فراماسونری که عمدتاً توسط نویسندگان مذهبی، ملی‌گرایان، رادیکال و بنیادگرایان منتشر شده است، روش بیان تلخ ضد ماسونری اسماعیل راین را دنبال می‌کنند که ماسون‌ها را به تمام انواع توطئه‌ها علیه ملت ایران متهم می‌کرد. لطفاً با من همراه باشید تا گوشه‌هایی رو از این کتاب زیبا برای شما بخونم. ابتدا فهرست جلد اول رو برای شما میخونم. پیدایش فراماسونری در جهان، فراماسونری در انگلستان، فراماسونری در فرانسه، فراماسونری در امریکا، تشریفات داخلی معابد و لوژها، قبول عضو جدید و شرایط ورود، معبد سلیمان و معابد فراماسونری، مجامع سری در ایران و تقلید فراماسونری از آنها، قدیمی‌ترین نوشته‌هایی که به زبان فارسی درباره فراماسونری نوشته شده است و پیشگامان فراماسونری در ایران، فراموشخانه میرزا ملکم خان و مجمع آدمیت، دومین سازمان فراموشخانه و جامع آدمیت. لطفاً با من همراه باشید. انگیزه تهیه و تدوین این کتاب نوشته ای از آقای اسماعیل راین. در یکی از روزهای گرم 1330 که برای مطالعه به کتابخانه دانشکده حقوق رفته بودم، گفتگوی یکی از دانشجویان متصدی کتابخانه نظرم را جلب کرد. دانشجو در حالی که می‌کوشید خشم خود را ظاهر نکند، به کتابدار می‌گفت چطور تا امروز کتابی به زبان فارسی درباره فراماسونری در ایران و جهان نوشته نشده؟
در حالی که این جماعت قریب 100 سال است که در این مملکت مقامات حساسی را دارند و در گذشته موارد متعددی پیش آمده است که حتی سیاست کشور ما را رهبری می‌کردند. سوالات پی در پی دانشجو و قیافه حق به جانب کتابدار مرا به این گفتگو علاقه‌مند ساخت. به بقیه گفتگوی یک طرفه گوش دادم. کتابدار می گفت من هم نزد خود گرفتار چنین سؤالی هستم و تا کنون نتوانستم جواب قانع کننده‌ای به آن بدهم، در حالی که مصلحت اقتضای شغل روزانه با دانشجویان و مراجعین متعددی مواجه می شوم که علاقه‌مند به مطالعه در این امر هستند و به مأخذ لازم دست نمی‌یابند. من اطمینان دارم که تا به امروز نه تنها کتابخانه‌های ما بلکه هیچ یک از کتابخانه‌های ایران و حتی اگر اغراق نگفته باشم کتابخانه‌های دنیا نمی‌توانند مأخذ و منابعی درباره مسئله فراماسونری در ایران در دسترس علاقه‌مندان قرار دهند و علت این امر آن است که تاکنون حتی یک رساله نیز در این باره به زبان فارسی یا زبان دیگر نوشته نشده است. امروزه 17 سال از آن روز می‌گذرد و هنوز هم هیچ کتاب یا نشریه و رساله‌ای به زبان فارسی و یا زبان‌های دیگر درباره فراماسونری در ایران نوشته نشده و آنچه که اکنون من در این مجموعه انتشار می‌دهم در واقع مدارک و اطلاعاتی است که اولین بار اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها کردم، باشد که مبنای کارهای مهمتر و وسیع‌تری در این باره قرار گیرد. در این 17 سال هر کس که میشنید من در این باره به مطالعه مشغولم با دلسوزی و ابراز نگرانی مرا از این کار برحذر می داشت و خطرات چنین مطالعه تحقیقی را به من تذکر می داد. حتی از صاحبان قدرت که در حسن نیت آنها شکی ندارم به من توصیه کردند که با شاه سیم برق بازی نکنم که موجب مرگ آنی است. و بیاد دارم که یک روز استاد دانشمندی که خود کتابی درباره یکی از رؤسای فراماسونری نوشته و از فراموشخانه نیز ذکر به میان آورده بود در کتابخانه مجلس شورای ملی مرا از ادامه این کار منع کرد و هنگام این توصیه چنان لحن حق به جانب به خود گرفت که اطمینان پیدا کردم دلش شدیداً به حالم می‌سوزد. از همه جالبتر گفتگویی بود که با یک شخصیت عالی مقام ماسونری در ایران دست داد. وی که فاضلی ارجمند و قدیمی است و مقام علمی و فرهنگی آشکاری دارد، علنی به من گفت ماسون‌ها در دنیا و ایران قدرت و نفوذ زیادی دارند و دشمنان خویش را تا دم مرگ فراموش نمی‌کنند. لکن علیرغم این اعلام خطرها از آنجایی که جز تحقیق علمی و تاریخی نظر دیگری نداشتم با علاقه وافری به کار ادامه دادم و بسیار خوشبختم که پس از 17 سال در این کار به میزان قابل توجهی موفق شدم. بدون تردید یکی از علل این توفیق آشنایی شخصی من با عده کثیری از ایران پرستان که جز به خاک و وطن و مردم سرزمینی که در آن زندگی می کنند به چیز دیگری عشق نمی ورزند و با همه سازمان‌های انترناسیونالیستی مخالفند. همچنین آشنایی با عده‌ای از فراماسون‌های ایران که اغلب ساعتها با آنها به بحث و مذاکره و تحقیق در شرح حال و فعالیت‌هایشان گذرانده و اطمینان حاصل کردم که هیچ یک از این افراد خطرناک و تحمل ناپذیر نیستند و مردانی آگاه و آرام به شمار می روند که چه بسا مصاحبت آنان از نظر کسب اطلاع و تحقیق غنیمتی است. هر دسته و جماعتی از عناصر نیک و بد ترکیب شدند و من می توانم
به جرأت ادعا کنم که در بین فراماسون‌های ایران عده‌ای را می‌شناسم که به نوبه خود ایرانیانی شریف و با تقوا و پرهیزگارند و واجد صفات عالی انسانی میباشند، در حالی که در بین آنان شیطان صفتانی هستند که جز جمع کردن مال از راه‌های ناصواب و با خدمت به بیگانگان هدفی ندارند و اینان را در جلد 4 این کتاب معرفی خواهم کرد. اشکال بزرگ مطالعه و تحقیق درباره فراماسون‌ها تنها شناسایی آنها نیست، بلکه این حقیقتی است که هیچ یک از آنان اقرار به فراماسون بودن خود نمی‌کنند و علی‌رغم گفتگوها و اظهار آشنایی‌ها هیچ یک از آنان حاضر نیستند اطلاعاتی درباره وضع و فعالیت خود و جمعیت خویش حتی به تحقیق کننده بدهند و بدین جهت است که در بسیاری موارد مطالعه درباره فراماسونری اصولاً کار دشوار و محال به نظر می رسید. به ویژه که ماسون‌های ایران بر طبق رسوم و سنتی که دارند افشای اسرار و سوابق تاریخی فعالیت‌های جمعیت خود را جرم و کیفر آن را مرگ می دانند. معاذا از نظر یک محقق علاقه‌مند و بی‌طرف تمام اینها تشویق‌آمیز است، زیرا پیمودن راه هموار و بی خطر لیاقت راه رفتن نمی‌خواهد و در این رهگذر من همیشه سوگندی را که در روز اول هنگام استراق سمع دانشجو و کتابدار دانشکده حقوق نزد خویش یاد کرده بودم به یاد می‌آوردم. این سوگند مبتنی بر آن بود که در راه تحقیق ماسونی اقدام کنم و مجموعه کامل و جامع و آزاد و بی‌طرف و صادق برای آگاهی عموم به ویژه نسل جوان میهن خود فراهم آورم و در تمام سطور آن هرگز لهو و علیه این سازمان جهانی و اعضا و نمایندگان آن در ایران و جهان قلم نزنم و همواره شهامت و صداقت یک محقق صادق اجتماعی را پیش چشم خود قرار دهم. ملوث در این مختصر ناچار به تذکر مواردی هستم که گاه به دشمنی‌ها و دوستی‌های خاص این جماعت برخورد کردم. از جمله این موارد خصومت مرد ماجراجویی در سازمان فراماسونری انگلیس در ایران بود که به تصور مخالفت من با فراماسونری وسایل توقیف مرا به اتهام جمع‌آوری اطلاعات علیه فراماسون‌های صاحب مقام در ایران فراهم آورد. این اقدام مفسد انگیز و نسنجیده او موجبات آشنایی مرا با یکی از فراماسون‌های ایرانی به نام محمد خلیل جواهری فراهم ساخت که از برکت آشنایی با او توانستم اطلاعات تاریخی و اسناد جامعی درباره لوژ همایون گرد آورم. سالها قبل روزی که از زندان به منزلم بازگشتم، او با دستگلی به دیدنم آمد و ضمن نکوهش عمل برادر فراماسونش تعداد زیادی از اسناد و اطلاعات گرانبهای فراماسونری در ایران را در اختیارم گذاشت. آن روز دانستم که برای تحقیق و مطالعه تاریخی صداقت و بی‌طرفی بزرگترین سرمایه محقق است و بس. آرزو دارم که روزی نویسندگان عضو فراماسونری که به حمدالله تعدادشان در کشور ما نیز زیاد است رأساً در این باره تحقیق و مطالعه بپردازند، از رازها و سوابق تاریخی این سازمان عظیم و اسرارآمیز جهانی در کشور خود پرده بردارند و مردم را از برنامه‌ها و هدف‌های آنها و نقشه‌های سیاسی خانمانسوز ایران برباده که اعضای ماسونری در گذشته داشتند آگاه سازند و بدین ترتیب با آگاهی فکر و آزادی عقیده و بیداری مردم ایران که بعضی از فراماسون‌های ایرانی بدان مؤمن و معتقد میباشند یاری نمایند. اسماعیل رائین، تهران، اردیبهشت ماه 1346.
فراماسونری که انگلیس‌ها از 350 سال قبل آن را با کلمات دلپذیر آزادی، برادری، برابری و نودوستی رواج دادند، از قرن 18 به بعد به بزرگترین وسیله استعمار ملت‌ها تبدیل شد. مردم بیخبر و خوشباور آفریقا، آسیا و خاورمیانه در گرداب جهل و نادانی، ظلم و شقاوت و بیدادگری گرفتار بودند، به زودی فریب نیرنگ‌های پیشقدمان فراماسونی را خوردند و مخصوصاً با کوشش مداوم عمال سیاست استعماری که اکثراً فراماسون بودند، قسمت‌هایی از ایران نیز از دست رفت. فراماسون‌هایی که در نقش عاملین استعمار ظاهر شدند، اساس ملیت ما را برهم زدند. افتخارات ملی را مسخره کردند و به کرات بیگانه پرستی را جایگزین وطن پرستی ساختند و به علت اعتقادی که به زعم خود به ایجاد یک حکومت برادری جهانی و انترناسیونالیستی داشتند، هر کجا که با افکار ملی و ناسیونالیست ها روبرو شدند، در محو آن کوشیدند. پیش از آن که بحث اصلی فعالیت‌های فراماسونری در ایران به میان آید، کوشش می‌شود نقاب از چهره برادران ماسون در مدت 2-3 قرن گذشته برداشته شود و هموطنان عزیز از آنچه در پرده‌های محافل و لژها و درون نهانگاه‌های ماسونی می‌گذرد آگاه کردند و آنگاه به کشور خود می‌پردازیم. در این مقدمه نقشه اسارت ملت ایران را به جای دست‌های فراماسونی از لوازم اساسی آن پرده برمی‌داریم. درباره آن قسمت از سیاست انگلیس که بلافاصله با اندکی پس از رسوخ در کشور ما با آغاز خدمات ماسون‌ها ارتباط داشته و دارد نیز مطالبی هست که ملاحظه خواهید فرمود. روزی که الیزابت اول ملکه انگلستان در سال 1600 میلادی به منظور هجوم انگلیس‌ها به سرزمین هندوستان فرمان انحصار بازرگانی شرق را به نام شرکت هند شرقی امضا کرد، وزارت مستعمرات انگلستان هم نقشه شوم اسارت ملت ایران را پیریزی نمود و فرمان هجوم به هند با حمله دست جمعی به ایران در یک زمان صادر شد. به موجب این فرامین، یک وزارت خارجه انگلستان مأموریت یافت برای اعزام سفرا و تأسیس سفارتخانه و مؤسسات انگلیس در ایران اقدام کند. 2. به شرکت‌های انگلیس دستور تأسیس شعبات تجاری، جاده‌سازی، ایجاد بانک‌ها و بالاخره گرفتن امتیازات جهت استخراج معادن داده شد. 3. شرقشناسان انگلیسی مأمور شدند به ایران عزیمت نمایند و درباره ادبیات، تاریخ و هنر ایرانی مطالعه و تحقیق کنند. 4. به باستانشناسان مأموریت مطالعه در آثار تاریخی ایران داده شد و به طور طبیعی این مطالعات با به غارت رفتن بسیاری از آثار گرانبهای ایرانی همراه بود. 5. به یونایتد گراند، لژهای انگلستان و فرانسه و فراماسونی آکوسه دستور داده شد که در فراماسون کردن مأمورین اعزامی به ایران تشکیل لژهای فراماسونی در این کشور بکوشند و در تشویق ایرانیانی که عازم انگلستان هستند به عضویت در فراماسونری مجاهدت به عمل آورند. 6. مجریان سیاست رسمی انگلستان دستور یافتند که از فساد، رشوه‌خواری، دزدی و ناپاکی که موجود بود به حداکثر استفاده کنند و هیچ اقدامی در رفع این بلایا به عمل نیاورند. سهل است، بلکه به منظور پیش بردن مقاصد خویش حتی در ترویج آنها بکوشند. 7. به مأمورین سیاسی و دیپلمات‌ها اختیار انعقاد معاهدات، تزییع قسمت‌های مختلف یک کشور، تضعیف دولت مرکزی، مبارزه با پیشرفت فرهنگ و تمدن محلی که همه آنها در مسیر استقرار سیاسی انگلستان و پیشبرد سیاست آن دولت بود، اعطا گردید. نتایج این روش استعماری
طی 350 سال اخیر در کشورهای ایران و هند و بسیاری از کشورها که مصائب استعمار مستقیم یا غیر مستقیم را چشیدند معلوم است. هندوستان از سال 1600 میلادی به بعد برای بریتانیای کبیر اهمیت پیدا کرد و به گفته لورد کرزن امپراتوری انگلستان بدون هندوستان نمیتوانست دوام بیاورد. همچنان که امروز هم امپراتوری انگلستان بدون درآمد نفت خاورمیانه به هیچ وجه قادر به ادامه حیات خود نیست و برای حفظ موجودیت خود از هیچ گونه تلاشی در این رهگذر خودداری نمی کند. ایران گذشته از آن که خود بازار خوبی برای تجارت انگلستان بوده و هست، کلید دروازه هند نیز به شمار می رفت و برای نفوذ در هند وسیله سریع و قاطع محسوب می شد. بنابراین برای حفاظت هندوستان و تسلط بر خلیج فارس، تنگه خیبر، اقیانوس هند و حتی آسیای مرکزی در دست داشتن زمام امور ایران و مهار کردن زمامدارانی که بر اساس فرمانهای سابق الذکر پرورش یافته بودند لازم به نظر می رسید. امروز پس از گذشت 350 سال با وجود استقلال و تجزیه هندوستان به دو کشور هند و پاکستان، هنوز ایران از نظر اولیای سیاست انگلستان منطقه حیاتی و پرارزشی به شمار می رود. جان مارلو کلارد، رئیس سابق روابط عمومی کنسرسیوم نفت در ایران که به نام مستعار جان مارلو کتاب‌هایی نوشته است، در کتاب خود موسوم به خلیج فارس در قرن 20 درباره اهمیت ایران برای انگلستان چنین می‌نویسد: خلیج فارس در تاریخ امپراتوری انگلستان جای خاصی دارد. مدت‌های مدید در نظر انگلیس‌ها خلیج فارس منطقه‌ای از چشم افتاده بود که هیچکس حاضر به سکونت در آن نمی‌شد. در این منطقه جایی که جزء مستملکات انگلیس باشد وجود نداشت و فقط از جهت قرار گرفتن در مسیر هندوستان بود که اهمیتی داشت. اما امروزه که هندوستان و دیگر مستملکات امپراتوری از دست رفته است، این منطقه گرم و خشک به درخشانترین جواهر تاج امپراتوری انگلستان یا اقلاً زرابخانه و انبار ذخایر گروه استرلینگ مبدل شده است. پیدا کردن علت این تغییر دشوار نیست. مهمترین علت البته نفت است. اگر به خاطر نفت نباشد، انگلستان میتواند از تعهدات خود در این منطقه به آسانی و با مسرت شانه خالی کند، همچنان که در مناطق دیگر که سابقا اهمیتی داشتند این کار را کرده است. میزان منابع شناخته شده نفت در نیمکره باختری و خاورمیانه با در نظر گرفتن افزایش مصرف در نیمکره باختری چنان است که باید گفت خاورمیانه تنها منطقه است که اروپای باختری در مقابل افزایش نیازمندی‌های خود در آینده می‌تواند به آن تکیه داشته باشد. تا آنجا که قضیه مربوط به انگلستان است، این مطلب تمام نیست. نفت خاورمیانه نفت استرلینگ است و داشتن آن به داشتن دلار احتیاجی ندارد و سبب تحصیل ارزهای خارجی برای منطقه استرلینگ می شود. مثلا حاکم کویت مقدار زیادی لیره در بانک‌های لندن ذخیره کرده است که اگر آنها را از بانک خارج کند وضع لیره استرلینگ به سختی در خطر می‌افتد. بنابراین چه بخواهیم چه نخواهیم، وفور نعمت و زندگی مرفه ما بستگی بسیار نزدیکی به حفظ وضعیت ما در این منطقه دارد. اما وضع سیاسی این منطقه خوب نیست. استبداد کهنه‌ای که بر این منطقه حاکفرماست وجود خود را مرهون انگلستان می‌داند و انگلستان با آنکه کاری به اوضاع داخلی ندارد، معاذا این وضع را در برابر حملات خارجی حفظ می‌نماید. بدین ترتیب ملاحظه می شود که سیاستمداران انگلیسی چگونه از سال 1600 میلادی به بعد برای تسلط بر ایران و مطیع ساختن ایرانی کوشش کرده بودند. تا زمانی که پادشاهان صفوی در ایران حکومت نیرومند داشتند، برای انگلیس‌ها دستاندازی به این کشور دشوار بود
و حتی میسر نبود. در دوره سلطنت نادرشاه هم آنها نتوانستند پیشرفتی حاصل نمایند. تنها در دوره حکومت زندیه بود که انگلیس‌ها موفق شدند فرمانی برای تجارت در ایران به دست آورند. ولی صدور این فرمان موفقیت قابل توجهی به شمار نمی‌رفت و منظورشان را تأمین نمی‌کرد. بدین جهت بود که آنان به فکر افتادند اجالتاً جای پای خود را محکم کنند و در انتظار حصول موفقیت‌های مناسب‌تری بنشینند. این فرصت در دوران قاجار برایشان پیش آمد. در این دوران انگلیس‌ها موفق شدند زمام امور سیاسی و اقتصادی ما را در دست بگیرند. در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه، مخصوصاً هنگامی که ناپلئون امپراتور فرانسه به اتفاق پول اول امپراتور روسیه می‌خواست با کمک ارتش ایران به تسخیر هندوستان اقدام نماید، انگلیس‌ها با تمام وسایل وارد معرکه شدند و از این کار جلوگیری کردند و در این تاریخ با ورود سر هارتفورد جونز و سر جان ملکوم که هر دو از استادان فراماسونری بودند، روابط ایران و انگلستان وارد مرحله جدیدی گردید که ورق حوادث بسیاری را به نفع سیاست انگلستان رقم زد. خود سر هارتفورد جونز می نویسد از بزرگان ایران هر کسی را که توانستم فراماسون کردم و برای آمدن سر جان ملکوم زمینه را آماده ساختم. و سپس درباره استفاده از وجوهات موقوفه اود هند که در اختیار سفارتخانه انگلستان در بغداد و تهران قرار داشت میگوید این پول در دست من اهرمی بود که میتوانستم با نیرویش همه چیز را تکان بدهم و به حرکت در بیاورم. از این موقع انگلیس‌ها مطابق مقتضیات روز روش‌های گوناگونی در پیش گرفتند تا برای حفظ منافع امپراتوری بریتانیا و رسوخ در کلیه شؤون اجتماعی ایران اقدام نمایند. توسل آنها به رشوه، پیشکشی، مداخل قدیمی و هدایا و ترویج نفاق و فساد و خیانت و تقویت خیانتکاران و بیگانه پرستان از وحشتناکترین روش‌ها و طرقی بود که هنوز هم پس از گذشت 350 سال آثار آن را به رأی العین می‌بینیم و بارزترین نمونه آن زنجیر جهل و بیسوادی است که اینک به تدریج از گرده ملت ایران برداشته می‌شود. خب این کتاب خیلی زیباست و 3 جلد هستش. جلد 4مش مختصات کل این 3 جلد را آورده و خب خواندنش خارج از این وایس هستش. امیدوارم که بتونید اصل این کتاب رو تهیه کنید و خودتون تا انتها این کتاب رو بخونید و متوجه بشید که انگلستان در ایران و در جهان چگونه با فراماسون ها قدرت خودش رو حفظ میکنه. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.